سال تحصیلی جدید در حوزه‌های علمیه هم رسما آغاز شده، اما طبق اعلام مقامات حوزه علمیه تعداد آخوندها در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. به گفته مدیر حوزه‌های علمیه کشور، بالغ بر 100,000 طلبه در حوزه‌های علمیه ایران مشغول به تحصیلند. سال 99 اما رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه گفته بود 250,000 طلبه در سراسر ایران از خدمات این مرکز استفاده می‌کنند. با این آمار باید گفت تعداد طلبه‌ها از سال 99 تا امسال 60% کاهش داشته. هرچند دلیل مشخصی برای کاهش آمار تعداد طلبه‌ها هنوز ذکر نشده. خدمات حوزه‌های علمیه یه نهادیه که به همه روحانیای شیعه و سنی ایرانی خدماتی مثل بیمه ارائه میکنه. یعنی حدود 250,000 روحانی چه مشغول به تحصیل باشن، چه مشغول به تدریس یا تبلیغ، زیر پوشش این خدمات هستن. وقتی مدیر حوزه‌های علمیه از 100,000 طلبه حرف میزنه، منظورش فقط اونایی هست که الان مشغول به تحصیل هستند، نه تمام روحانیا. پس برداشت کاهش 60% ورودی حوزه با ارائه این آمار اشتباهه. در واقع مثل اینه که بگیم سال 99 کل معلم‌ها و فرهنگی‌ها 250,000 نفر بودن، ولی رئیس دانشگاه فرهنگیان گفته امسال 100,000 دانشجو معلم داریم. پس معلم‌ها 60% کم شدن. پیشتر مسئولان حوزه‌های علمیه گفته بودند طلاب درباره مسئله معیشت خود با مشکلاتی مواجهند. برخی رسانه‌ها هم نوشته بودند که بسیاری از طلاب به دلیل شرایط اقتصادی درس رو رها کردند و به شهر خودشون برگشتند. این در حالیه که در سالهای گذشته بودجه تقریباً همه نهادهای خاص جهش داشته. برای مثال بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از 800 میلیارد تومان در سال 1399 به 14,000 میلیارد تومان در سال 1404 افزایش پیدا کرده، یعنی نزدیک به 1600% افزایش. افزایش اسمی بودجه حوزه اصلا به معنای افزایش واقعی ارزش اون نیست. بخش اعظمش ناشی از تورم سنگین این سال هاست. همه مراکز آموزشی همین وضعیت رو داشتن. مثلا بودجه دانشگاه تهران از 379 میلیارد و 840 میلیون تومان در سال 1399 رسیده به 6,000 میلیارد تومان در سال 1404، یعنی تقریباً 1480% رشد. نظر معیشتی همیشه طلاب در ردیف قشر مستضعف جامعه بوده و هستند. حوزه یک کمک هزینه مختصر شبیه همون بورسیه هایی که تو خیلی از مراکز علمی دنیا رایجه به کسایی میده که تمام وقت تحصیل، پژوهش، تدریس یا تبلیغ هستند. اما این کمک هزینه واقعا ناچیزه. معمولا بین 3 تا نهایتاً 10 میلیون تومان برای اونهایی که در بالاترین مقاطع معادل دکتری تدریس میکنن. نکته مهم اینجاست که این پول از بودجه دولتی نیست، بلکه از محل موقوفات مخصوص حوزه و وجوهاتیه که مردم به صورت اختیاری پرداخت میکنن تأمین میشه. بله، بعضی روحانی‌ها بیرون از حوزه دیگه‌ای دارن و درآمد بیشتری دارند، ولی اکثریت واقعا همین شرایط سخت و ساده زیستانه رو تحمل میکنن.